در ادامه لیگ کرکټ شپږیزه روز دوشنبه تیم‌های کوسه‌های آمو و اژدهاهای بند امیر در برابر هم به میدان رفتند. در این بازی نخست تیم بند امیر توپزنی کرد و در 20 اوور با از دست دادن 4 بازیکن برای کوسه‌های آمو 220 هدف تعیین کرد. در نیمه دوم این دیدار تیم آمو توانست به هدف تعیین شده دست یابد و با تفاوت 3 ویکت تیم بند امیر را شکست داد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان روز دوشنبه 2 بازی برگزار شد. نخست تیم‌های ظاهر اسد و زیتون با یکدیگر بازی کردند و در دیدار دوم نیز تیم‌های پیروزی پنجشیر و امید در برابر هم به میدان رفتند. دیدارهای روز گذشته با پیروزی تیم‌های جوانان میهن و اتحاد به پایان رسید. جوانان میهن تیم دیار صنایع را با نتیجه 4-2 شکست داد و اتحاد نیز با تفاوت 5-3 تیم صداقت را مغلوب کرد. رقابت‌های کورش میان ده‌ها ورزشکار در فاریاب برگزار شد. این رقابت‌ها با میزبانی شهر میمنه برای یک روز برگزار شد و 80 ورزشکار از ولسوالی‌های این ولایت با یکدیگر مسابقه دادند. در پایان ورزشکاران ولسوالی اندخوی مقام نخست شهر میمنه جایگاه دوم و ورزشکاران ولسوالی خواجه سبزپوش مقام سوم را زن خود کردند.